بریم این کلیپو با هم دیگه نگاه کنیم. گوش کردی چی گفت؟ چه اشتباه کردیم ما ازدواج کردیم. از قدیم گفتن از بقیه درس عبرت بگیر تا عبرت دیگران نشوی. من اشتباهات بقیه رو دارم میبینم، ازدواج نمی‌کنم آقا. این همه جوونی 24 5 ساله 26 ساله زیر 30 سال چرا ازدواج نمی‌کنن؟ چون میبینن دور و برشون این اتفاقا رو دیگه. دختره میاد هیچی تو زندگیش نداشته، باباش یه پراید داره مدل 79 دور رنگ، میاد خونه پسره 1001 ادا اصول برای پسره در میاره، آخر سرم میگه چی؟ بعد 6 ماه من طلاق میخوام. نمک به حرامترین آدم روی زمین زنیه که آتیش به جون شوهرش میندازه، دعوا رو خودش شروع میکنه، دود که از شوهرش بلند شد نقش قربانی بازی میکنه و جلوی کس و ناکس از شوهرش بد میگه که خودش تبرئه بشه.